اگه اینا چوب نگه داشته بودن تمام مدت کیر اردکه رو پیشونی و سر و صورت لاک پشته بوده. اگه واقعا انقدر بزرگه 40 سان خود حیوان مگه چقدره که 40 سانتش کیره؟ قرار شد که اینترو داشته باشیم ها؟ نه اینترو این اپیزود 8 مونه. ما اصلا تو ادیتمون اینترو نمی گنجه. در حال لازمه یه چیزی داشته باشیم دیگه. مثلا اولش اینجوری که اینترو کوسکست اولین پادکست بدون فورپلی. این خودش بهترین مارکتینگ ممکنه. به کوسکست خوش اومدید. اپیزود 8 واقعا 8مین اپیزودمونه که میشه اپیزود 7. راست میگی، چون اپیزود 0 هم داریم دیگه. خیلی سخته اینو مثلا به مخاطب توضیح دادن که ما مثلا یه اپیزود 0 داشتیم که قرار نبود چیز شه، ما فقط رکورد کردیم و وقتی رکورد کردیم و ادیت شد انقدر خوب بود که اصلا دلمون نیومد که منتشرش نکنیم. درسته که نیم ساعت راجع به کیره حیوانات و انسان حرف زدیم ولی اپیزود جالبی بود. من واقعا یکی از مسائل بنده اینه که امروز توی یکی از ویدیوهای خودم صحبت میکردم راجع به این که من خیلی امیدی نداشتم به قضیه، میدونی، یعنی اینجوری بود برای من که یه وایسی هست یارو میگه که نمیدونم مثلا 500,000 تا پادکست در هفته تولید میشه، اکثرا 3 تا اپیزود رو رد نمیکنن، مثلا 90%شون 10% اپیزود 10 رو رد نمیکنن. این کس چرا؟ و چیز همین بود که ما این رو میشکنیم لااقل تا 20 تا رو میریم و دیگه درو این سیستم بود. ولی اپیزود اول دومی که مثلا نگاه کردم بررسی نهایی که مثلا آپلود کنیم دیدم که نه واقعا اکچولی چیز خوبی تولید کردیم و در چارچوب کوسکست و آره خلاصه که امیدوار شدم به قضیه. کلا از نظر محتوایی من خب طبیعتا دوستان منو نمیشناسن دیگه چون کلاوت شما بیشتره. من 4-5 ساله که ویدیو ادیتورم، با آدمای ایرانی غیر ایرانی کار کردم. مثلا آدم وقتی یه ویدیو کلابریشن ادیت میزنه، توی ادیت مخصوصا شما حالا چون عموما آخرین ورژن رو میبینین، توی ادیت اون شیمیه بین دو نفر خیلی مشخصه که چطوره. و من مثلا اپیزود 0 رو حتی ادیت نشده شو، حالا تصویری خیلی حجم زیادی داشت، رندر گرفتم از صداش برای دوستان فرستادم که مثلا ببینید چه کسچر جالبی تولید کردیم به طور ناخواسته. لذا اپیزود 7 اینا کوسکست. خب من کلا اینترو اوترو رو نگی تو گلوت گیر میکنه. نه من از صبح داشتم به این فکر میکردم تا امروز ضبط داریم، بعد راجع به این داشت قبل صحبت کرده بودی آخه که ما خیلی خوش یهو میریم سراغ محتوا و جمع که آره تلاش هام رو لااقل میخوام نشون بدم که هیچ ثمره‌ای هم نداشته، ولی به هر حال ما تلاشمون رو کردیم. در ادامهش هم به نظرم به یک چارچوبی برای پادکست در بیاریم. حالا نکته اصلا اهمیت همون امروز این قبل ضبط کردن به چیزی که داشتم فکر میکردم که ما مثلا 7 اپیزود تا اینجا ضبط کردیم، 2 تاشو ریلیز کردیم و بعد از اتفاقی که افتاد مثلا ما اپیزود 0 خیلی ها مثلا اینجوری بودن که مثلا چرا راجبه مثلا کیر فلانی حرف نزدی. آیتم کیر درخواستی هفته. بعد اونجوری که شد من مثلا اینجوری بودم با خودم که یعنی قبل از همه اینا چیزی که پس ذهن ما بود این که یک محتوای بدون فرمت باشه. 6-7 اپیزود که ضبط کردیم دیدیم هم از نظر لوجستیک واقعا سخته همچین کاری، هم اینکه یه سری از صحبتایی که پیش میاد واقعا مثلا ویورات حال میکنن و میشه راجع بهش بیشتر مانور داد. و اولین آیتمی که اینجوری شد آیتم کیر هفته بود و آره واقعا این که بچه‌ها چیز بود خیلی شاکی بود که آقا اصلا کیر اردک رو باورم نمیشه راجع به کیر حرف زدیم، راجع به کیر اردک حرف نزدیم.
خلاصه که آره این منطقه که باید با کیر بیشتر بپردازیم به نظر. بعد شما اگه دقت کنی من راجع به کیر اسب حرف زدم. ببینید من اگه بک‌گراند از خودم بدم، شما احتمالاً آره خیلی آشنایی اسب داری زندگی می‌کردی؟ نه آشنایی نسبت به من شما ندارید. من آستیگماتم، مثلا نمره چشم 6 هفته. من خود اردک رو به زحمت میبینم، حالا مثلا بماند که کیرش. ولی خب اسب واقعا وقتی که چیز میشه شما یک مسئله سایزه. بله آره یه که بچه داشتم میگفتم به زودی چیز میکنیم، یک انگلیسی با کوسکست میزنیم و اینجا مثلا میتونیم در این اسب انقدر مسئلهش بزرگه که ما در انگلیسی اصلا وقتی به یک نفری میخوایم بگیم که خیلی ابزار مناسبی داره میگیم he's hung like a horse. آره یکی از آیتمایی هم که داشتم بهش فکر میکردم پخش نقاشی ارسالی دوستان بود. فوق‌العاده است، عالیه، خیلی پایه. امیدوارم انقدر سنتون بالا باشه به عنوان ویور این محتوا که پدر مادرتون لازم نباشه بفرستن، چون معمولا چنل‌های کودک اینجوری چیز میکنن. ولی آره اگه مثلا هر هفته برای ما نقاشیاتون رو بفرستین فقط طبق خط مشی یوتیوب دیگه، یعنی مثلا کیرو ما بتونیم بهشون بدیم اینا نکشین لطفا. آره بسته به استقبال شما از این داستان. نه ما انقدر هر اپیزود این رو پروموت میکنیم تا بالاخره شروع کنن بچه‌ها فرستادن آیتم نقاشی هفته پاک. خیلی پایم قربونتون برم. نقاشی های بچه‌ها فوق‌العاده است. میتونیم از مثلا ونگوک اینا شروع کنیم تا مخاطبمون بیشتر بشه. هیچ جوری نمیتونستیم این پادکست رو مردونه تر از این بکنیم که بشینیم ونگو چیز کنیم، نقد و بررسی بکنیم. ما زمان بچگیمون رنگین کمون و چرا و اینها وجود داشت و اون موقع هنوز حس میکنم چیز نشده بود، اعتماد به نفسم شکل نگرفته بود که مثلا یک بار به قصد اینکه نقاشی رو بفرستیم برای اینا نشستم نقاشی بکشم و واسش فکرم ول کردم اینا و احساس کردم که احساس چیز کردم کافی نبودن کردم. من هیچ وقت از پدر مادرم نخواستم که برام این کارو بکنن، ولی مثلا هر نقاشی که میکشیدم اینجوری بودم که وای مثلا میشه اینا یکی مثلا تو تلویزیون نشون، مثل اون آقایی که ثبت نام لاتاری نکرده بود ولی دعا میکرد که چیز شه اسمش در بیاد. بچه‌ای کوسخال بودی. بالاخره یه اتفاقی اینجا اشتباه افتاده که به این نقطه‌ای که نشستیم ختم میشده. راست میگی یک اتفاقی افتاده واقعا که شما در بزرگسالی پای کوسکست تولید کوسکست نشستی و الان برام عجیبه میدونی، به خاطر اینکه از یک جایی به بعد من یه مسئله که همیشه دارم اینه که مثلا به آدما نمیتونم راجع به اعتماد به نفس و اینها چیز بدم، راهنمایی و اینا بدم، چون عموما چیزایی که مثلا چیزی برای ارائه دادن دارم یه مسئله‌ای رو خودم داشتم حل کردم و بعد اون پروسه رو میتونم با آدما به اشتراک بذارم و مثلا بهشون توضیح بدم. ولی اگه مثلا اعتماد به نفس اینو ندارم، چون من مثلا از یک جایی یهو اینجوری بود که کاری که می‌خواستم بکنم رو می‌کردم که البته از تراما میاد، قبل ازش صحبت کردم یا نه، ولی چیز خودم رو داشتم کردم. چون چیز شد من بسکتبال بازی می‌کردم نوجوان تر که بودم، نوجوان‌تر الان هم نوجوانم کمتر خوب بودم دیگه، مثلا در حد مثلا رتبه دوم سوم باشگاهمون بودم و بعد مدرسه ما چند تا بسکتبالیست خیلی خوب داشت، مثلا 2-3 نفر که اینا خیلی بازیشون خوب بود، مثلا یکی از بچه‌هامون تیم ملی بود. برای مسابقات منطقه گفتن که آقا بیایید چیز کنید، مثلا تست بدید و اینها، تیم می‌خوایم جمع بکنیم بریم اونجا مسابقه و من نرفتم چون اینجوریام که الان کلی آدم اون مدلی قراره بیان و ما اون کیلشون هم نیستیم و فلان و ولی مسئله اینه که بعدها این رو فهمیدم که مدرسه ما 3 نفر از اون بسکتبالیست خفنا داشت. خب بقیه هیچ تعطیل بودن همه و 2-3 نفر دیگه ای رو که مثلا 3-4 نفر دیگه که برای تیم برده بودن رو یه سری آدم زمین پرکن بودن رسما، من از اونا خیلی بهتر بودم و اون تنها شانس من برای این بود که مثلا در یک مسابقات ورزشی شرکت کنم و به خاطر این تصورم
از دست دادمش و میبینی که هنوز 13 سال بعد هنوز دارم بهش فکر میکنم و اون باعث شد که به خودم بگم که آقا من از این به بعد دیگه این بلا رو سر خودم نمیارم. میری فوقش کیر میشی. من یه آقایی رو روی اینستا دارم، فکر کنم معلم آموزش پرورشن، بعد چند تا زبان رو بهش کاملا در حد، یعنی مثلا مدرک آکادمیک چند تا زبان دارن، عربی، ترکی، فارسی مثلا، اینا رو همه رو مدرک دارن اینا. بعد هی اینجوریه که آره مثلا فارسی رو چیز کنیم، پاس بداریم. و کلا محتوا این شکلی من خیلی دوست دارم که زبان شناس ها میان مثلا یه صحبتی رو میکنن، ریشه کلمات رو میگن. مثلا اینکه اگه بخوایم توی یه جمله فارسی کلمات فارسی داشته باشیم به جای مثلا شکل عامیانه چجوری باید صحبت کنیم و میگن و اینا، کلا جالبه. ولی یه بخش دارکی دارن ایشون. حالا من خیلی مسائل منطقی و چیزو بلد نیستم، توی مقیاس قومیتی نمیدونم، از نظر ژئوپلیتیک، یعنی مثلا در مورد کردا، در مورد ترکا اینا خیلی اطلاعات ندارم. بعد ایشون خیلی مشکل با پانتورکیسم دارن و یه جاهایی واقعا من نمیدونم پانتورکا مثلا احتمالاً حالا جدایی طلب مثلا هستن، نمیدونم، ولی مثلا یه جاهایی یه جوری صحبت میکنن که فقط مونده که سیبیلشون رو یه انقدر بذارن بمونه، یکی از دستا رو بگیرن بالا محکم شروع کنه به صحبت کردن که آره ما ایران رو به دوران درخششش باز میگردانیم، یه همچین فرمتی. ولی آره کلن مسائل زبانی برام جالبه، هرچند که حالا این مقداری چیز مسئله برانگیزی هم هست چون ما یک دکتر کزازی در دانشگاهمون داریم. در دانشگاه شما بودن دکتر کزازی؟ بله. پشمام. خب بابا ما دانشگاهمون چیز بود، اینجوری نگاهمون نکنید، کسکس نگاه نکنید، سر از کسکس. این استاد عزیز یه دونه ترجمه از ایلیاد دارن. من اینجا هم چیز رو دارم، انگلیسیش رو دارم، اون بر ترجمهش هم هست. اون کتاب آبیه که پشمام. خب بعد چیه؟ نه بفرمایید، خواهش می‌کنم، من فقط پشمام ریخته. آره. بعد من یه بار اومدم اینو تطبیقی بخونم. این کارو من میکنم که موقعی که مثلا یه چیزی رو مطمئن نیستم که قرار کامل بفهمم، ترجمه خوب اگه ازش هست و من دارم تطبیقی مثلا یه پاراگراف میخونم. بله. بعد اینم مثلا اولین برخوردم با مثلا اساطیر بود و اینا، خیلی سال پیشه این صحبت. خلاصه که شروع کردم اینا رو تطبیقی خوندن که مثلا یه پاراگراف از متن انگلیسی میخوندم، یه پاراگراف از متن فارسی. بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه دیدم که متن انگلیسی رو دارم واقعا 90% میفهمم و متن فارسی رو شاید 50%. آره. خب چون دوستمون از این حالت هاست که سعی میکنه پارسی صحبت کنه و بعد خلاصه داشتم من اول برای اینکه از متن فارسی کمک بگیرم انگلیسی رو بفهمم شروع کردم و خیلی سریع از متن انگلیسی کمک میگرفتم متن فارسی رو بفهمم. ما راهنمایی که بودیم معلم ادبیاتمون خیلی اینجوری بود که آره مثلا یک دکتر کزازی هست که صحبت میکنه، شما ممکنه مثلا 60% صحبتاشو نفهمین چون مثلا به طور خالص به فارسی حرف میزنه. بعد آره مثلا آشنایی دورا دور اینجوری داشتم و نمیدونم واقعا یه چیزه پروسه هم آخه کلمه فارسی نیست، یک رونده باریکلا، یک رونده این مسئله. و مثلا خیلی من خودم حتی به اشتباه اینجوری بودم که آقا مثلا ما چقدر میگم مثلا زبان پویایی داره و مثلا زبان پویایی داره و علم روز به زبانی غیر از زبان ماه، مثلا ای بابا کیر Let's go. آره به طور مثال در دوران نمیدونم دقیقاً که یعنی سالشو نمیدونم، ما زبان علمیمون عربی بوده
و خیلی مثلا سفت الان عربا دارن چیز میکنن، ابو ریحان و مثلا ابو علی سینا و اینا رو دیگه کیر دیگه. من همین جوری میگم مثلا به هیچ کسی هم هیچ ربطی نداره. اینا دارن کلیم میکنن که آقا مثلا اینا مال مان، در صورتی که نیستن. حالا اینکه حالا چقدر هستن چقدر نیستن هم نمیدونم چقدر به من ربط داره، ولی به طور کلی اینجوری بودم که آره خب الانی که انگلیسیه خب زبان هم به این سمت بیشتر سوق پیدا میکنه. اما یکی از چیزایی که هست اینه که توی مثلا ترانزیشن دوره قاجار به پهلوی ما اگه مثلا یه کلمه ای مثل پزشک رو طبیب رو تبدیل به پزشک نمی کردیم، الان کلماتی مثلا دندان پزشک، دام پزشک، چشم پزشک اینا رو نداشتیم و مجبور بودیم از جایگزین های غیر فارسی استفاده کنیم. یعنی در نهایت این حرکتی که این دوستان میخوان انجام بدن تأثیر بلند مدت مثبتی داره، منتها باید از جایگاه قدرت باشه. یعنی شما اینکه صرفا این رو بیان کنی کافی نیست، این رو باید وارد دستور کلام مردم کنی و اینم یه جورایی از اون همون بحث حالا قانونی، تحصیلات، ادارات اینا وارد میشه بیشتر. چه منبری رفتم من. خوبه. هرچند که حالا موضع من نسبت به این مسئله اینه که ما خیلی کلمات فرانسوی دخیل در فارسی داریم. حالا لیستی در ویکی‌پدیا هست، میتونید ببینید، طولانی، خیلی از چیزایی که فکر میکنیم فارسیه در واقع چیزن فرانسه و اونا خیلی خوب وارد فارسی شدن و همه استفاده میکنن، کسی هم گارد نمیگیره وقتی استفاده میکنیم. و من همیشه ساعتم اینه که اونها وارد شده، شل کنید اینا وارد شید. آره. چیزم روسی هم همینطوره، استکان کلمه روسیه، سماور روسیه، اولویه اصلا غذای روسیه، ولی هیچکی نمیگه که مثلا امشب غذای روسی بخوره، اینجوری که سالاد اولویه. من واقعا وقتی فهمیدم استکان کلمه روسیه پشمام ریخت. آره یه سری چیزا هست آدم رو یهو it catches you off guard، تو را غافلگیر میگیرد. تو را ببین پادکستی که اسمش کسکسته جلوی مخاطبی که میگه چرا انگلیسی حرف میزنی نباید سرخم کنه. خب یعنی اگه میخوای ترجمه کنی باید بد ترجمه کنی. catches you off guard شما رو خاموش از محافظت میگیرد. خب به من ربطی نداره. بله. آیتم کیر هفته این هفته کیر نداریم که کیر داریم؟ من دارم. بچه ها عکسای کیرتون رو به ما ارسال کنید. ما چیزی کنید این دختر چیزا هستن، ایگرلا هستن، اونلی فنز و اینها. بله. خب یکی از خدماتی که ارائه میدن کاک ریتینگه. آره که شما عکس کیرت رو میفرستی مثلا به عنوان سابسکرایبر طبعا باید پول بدی. البته میدونید که ادمین میبینه دیگه، یعنی خود اون خانم نمیشینه ببینه. آره ولی به هر حال کانسپتش وجود داره که شما عکس کیره رو میفرستی و اونها براتون نقد و بررسیش میکنن. آخه اونم خیلی چیزه. ببین ما یه پرسپکتیو داریم. عکس کوسات خوبه که من دوربینم شاش چیزایی که ثبت کردم. یعنی do not use this. خب چرا do not use this؟ یعنی هرچی من کسشر گفتم و ملت میان میرینن به من و باید بذاریم، بعد این یه دونه رو باید کات کنیم. بعد ما اسم کسکست رو برای همین گذاشتیم که هنجار شکنی بشه دیگه. یعنی اولش اگه یادت باشه اینجوری بودیم که آقا یعنی چی کیرو کس همش فوشه، چرا اسم یه چیز خوب مثلا نباید کس باشه. اصلا آقا ما تو درتی تاک فارسی اینو داریم، حالا خیلی میریم خارج از بحث فعلیمون، ولی آدم حالا واقعا دوستانی که بلدن خواهش میکنیم که چیز کنن با ما به اشتراک بذارن. ولی شما وقتی که میای به فارسی درتی تاک کنی میبینی که هر مثلا کلمه‌ای که میای استفاده کنی یا فوشه یا انقدر بد استفادهش کردی در
یک چارچوب خوبی دیگه نمیشه استفادهش کنی. داشتم به این فکر میکردم یه چیزی رو ابسشن جدید پیدا کرده، وسواس جدید پیدا کردم باهاش به اسم shoot from the hip. ببین این مثلا منه ها، یعنی از وقتی که سعی کردم کمتر بگم هی دارم بیشتر میشه. آره و اینها ایمپروو کمدیه، بله. کمدی بداه هست که مثلا این سری چیزها رو یک چارچوبایی دارن ولی از مثلا تماشاچی ها چیز میخوان، نظر میخوان که بگن مثلا الان چه کلمه استفاده کنیم، یا مثلا این نمایشی که میخوام اجرا کنیم و عنوانش رو شما بگید. این چیزای مدلی خیلی خوشم اومده از کارشون و کلا از این کانسپت ایمپروو کمدی خیلی خوشم اومده. و اینها یک کاری که میکنن اینه که یه جاهایش هست که مثلا میگه حالا یک زبان بهم بگید. بله. و مثلا یارو میگه ایتالیایی، بعد یارو شروع میکنه جیبریش ایتالیایی روسی اینا صحبت کردن. بعد داشتم به فکر میکردم که آیا شما درتی تاک رو هم این کار رو میتونی باش بکنی یا نه؟ به خاطر اینکه زبانه خیلی مهم نیست. داشتم به فکر میکردم که حتی تو اگه انگلیسی طرف بلد نباشه هم تو انگلیسی صحبت کنی، اون لحنه و اون مثلا صدای و اینا خیلی چیز مهمتریه. یه پستی تو ردیت داشتم میدیدم و طرف اینجوری بود که دوست دخترم بهم گفته بود که مثلا اسپانیایی با هم درتی تاک کن. دختره اینو پست کرده بود، در واقع پسره نبود، که آره به دوست پسرم اینجوری گفتم. بعد توی وسط درتی تاک یهو کلمه گوجه رو شنیدم، شک کردم که چه اتفاقی داره میفته، که کاشف به عمل اومد که موقع درتی تاک دستور درست کردن سالاد میگفته. بیا دقیقاً ما داشتیم چارچوب تعیین میکردیم بریم. آره بابا بیاد راجب چیز کردم ببین قشنگ about dog penis بگو. قشنگ فکر میکنم، یعنی ما اینجوری بودیم که بذار حالا که مثلا انقدر ضبط کردیم انقدر ریلیس، بذار واقعا مثلا یه چارچوب کلی داشته باشیم، حالا هر چقدر قراره بداهه باشه. و الان 36 دقیقه ضبط کردیم. فکر کنم تا ما به چارچوب برسیم یه 50-60 اپیزود باید بریم جلو. بله. Facts about dog penis. بله. Dog sex is the result of an evolutionary race between aggressive male dogs and often untrained females. Holy shit. فکر کنم نمیتونیم راجع به این صحبت کنیم توی یوتیوب. به انگلیسی نمیتونیم، به فارسی یکم شاید بتونیم. خلاصش اینه که اردکای خانوم مثل اردکای آقا دلشون نمیخواد که سکس داشته باشه. آره. که روابط زناشویی به من چست. بفرمایید. جوری که هی چیز داره، خلل و فرج فیک داره که کیر واقعا فرو نره تو جایی که مهمه، چون معمولا نمیخوان و اینا. یعنی انقدر نمیخوان که تکامل هم در این جهت تکامل دقیقا ببین تکامل به این سمت رفته که ماده ها هی سعی کردن یه چیزایی دیولوب کنن که بهشون تجاوز نشه و نرهای چیزها دیولوب کردن که تجاوز بکنه. پس تا شما مطالب تو دسته بندی میکنی بنده من فکر نمی‌کنم بتونم جای استارت کنم. مثلا تنها فکتی که میتونم ارائه بدم اینه که 20 سانت میتونه باشه، کل حیوان 40 سانت کسکش. هاشی چی میتونه؟ در بعضی گونه ها تا 40 سانت هم میره. یه سری محاسبه کرده بود نسبت سایز اسب به کیرش و نسبت سایز آدم به کیرش. بله. و به صورت در تناسب آدم کیر بزرگتری داره. اتفاقا چند روز پیش داشتم به همین فکر می‌کردم، اینکه مثلا خر و اسب و اینا تناسب کیر اسب. آره ببین قضاوت هم نکن. آخه ببین واقعا بزرگه. خب یعنی شما وقتی که میبینی دیگه نمیتونی نبینیش. داشتم به این فکر میکردم که مثلا چرا انقدر چه خبره. بعد یعنی مثلا چیزی که تو ذهن خودم استدلال داشتم درست میکردم اینه که اینا واقعا حیوانات طویلی هن. خب و کیرشون واقعا خیلی عقبه. اینا اگه بخوان تا ته برن جلو خیلی باید برن روی اون یکی. واسه همین مثلا در حد یه شیریت کردن اسپرم میرن جلو. آره. بله شیریت کردن.
وان تپ پیه اینجوری. آره. بعد خیلی هم دل میدن به کار دیگه. اسباب خرار دیدی که یهو میارن بالا با اون 2 پای چیز میدوان به سمت چیز. تنها 3% تلاش نرها برای سکس به حاملگی ختم میشه. حاملگی لفظ درستیه برای حیوان تخم گذار؟ لقاح. فرتیلیزیشن. لیک داک چیه؟ این چیزه، این گونه اردک احتمالاً از اون کله سبزاست. این چیز داره، رکورد بزرگترین کیر رو در پرندگان داره. اینا اونایی این که پرواز میکنن، چیز میکنن، مهاجرت میکنن. شما اگه انقدر کیر داری، اون لاک پشته چرا از چوب گرفته بود که ما تو دبستان میخوندیم؟ به خاطر دردش حس میکنم. من حس میکنم کیر اردکی تو دهن لاک پشته بوده. ببین وایسا نه صبر کن. ما اون داستان اصلا اینجوریه که این لاک پشته دهنش به چوب بوده، بعد از اون پایین نمیدونم چه حیوانی هی مثلا اینجوریه که هی حرف میزده به این. شما اگه اینو به بچه ها نگی و به بزرگسال بگی، منطقیه که کیر اردکی تو دهن لاک پشته بوده، بعد مثلا از اون پایین اون روحه اینجوری دیگه مثلا فلا هی متلک مینداخته، بعد این بنده خدایی عصبی میشده. ولی چون میخواست مهاجرت کنه اولش چیزی نمیگفته، بعد که دیگه واقعا فشار میاد مثلا میکشه بیرون یه صحبتی بکنه که میفته پایین. چون سخته همزمان پرواز کردن 2 اردک و تراز نگه داشتن یه چوب. کیر اردک تو دهن اون لاک پشته بود. واقعا اپیزود به اپیزود من هم تراماتایز میشم اینجا. نه آخه یه لحظه اینو که گفتی خیلی منطقی جلوه که ببین اصلا بایستا آخه برات اثبات دارم. خب اگه اینا چوب نگه داشته بودن تمام مدت، کیر اردکه رو پیشونی و سر و صورت لاک پشته بوده اگه واقعا انقدر بزرگه. 40 سانت. خود حیوان مگه چقدره که 40 سانتش کیره؟ واسه ایرودینامیکشو با هم میریزه. خود حیوان 36 تا 46 سانته و 600 تا 800 گرمه. ببین این مثل میمونه که تو مثلا قد 180 و 160 سانت کیر داشته باشی. ببین من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خوشحالم که هیچ وقت فسنجون با گوشت اردک نخوردم. چون بقیهش که استخونه، یعنی با توجه به این آمار. مطمئنم یک غذای چیزی وجود داره در باهاش در یک فرهنگی. مثلا ما دیدید چه مراسم طولانی داریم، مثلا کله پاچه رو قسمت مختلف و جورای مختلف میخوریم. آقا این حرفو زدی، من یه لینک متاسفانه باید به نمیدونم اپیزود قبل یا 2 اپیزود قبل بزنم. ما تخمای گوسفندا میخوریم، با کیرش چیکار میکنیم؟ چون ببین آخه نه وایسا، آخه خب اگه ما تا اونجا رفتیم که اگه اینو بریزیم دور که حیفه که. بله من مطمئنم که تخما رو هم رو همین سیستم ملت میخورن. حالا بفرمایید ادامه بدید خواهش میکنم. آیتم بعدیمون رو بذارید بنده معرفی کنم. ما قرار شد که از این به بعد حامی بگیریم برای اپیزود هامون. کوسکیش حالا اسپانسر رو برای من ترجمه میکنه و حامی مالی این آره، برای اینکه واقعا نمیصرفید همینجوری خالی خالی پادکست تولید کنیم، مخصوصا با این سطح از مطالب که خیلی نیاز به مطالعه داره. و حامی مالی امروز شرکت مخابراتی مامانت هستش. شعار تبلیغاتیش هم اینه که مامانت از همراه اولم ارزون تره، بسته های اینترنتی اقتصادی دارن و یک سیستم ابری دارن که وقتی دیدین دیگه هارداتون پر میشه فایل‌ها رو نمیتونین نگه دارین. شعارشون اینه که بریز رو مامانت، فضای زیادی داره. یک موتور جستجو دارن دوستان، این شرکت خیلی محترم که اونم دوباره اسلوگنش اینه که از مامانت بپرس. و آره خوشحال میشیم که حمایت کنید از اینها تا پادکست ما
پادکست ما هم چیز شه، رشد کنه به مرور. از کد مامانت 10 استفاده کنید برای 10% تخفیف. ما اصلا داشتیم به چیز فکر میکردیم، یعنی این ایده رو شات اوت به کسرا که کار گرافیک دیزاین چیزم کرده، کسکستم کرده، این ایده رو مامانتو یعنی کسرا به من چیز کرد. بعد ما راجع به این حرف میزدیم خیلی عجیب بود. اینجوری بود که آره پیرو صحبتایی که راجع به مامانت میکردم و جفتمون یه 10 ثانیه سکوت میکردیم. عالی. و آره مثلا داشتیم تو ذهنمون تیزر میساختیم، یعنی مثلا من اینجوری بودم که ما مثلا میتونیم یکی رو نشون بدیم که خوابیده، مثلا دانلودش چیز شده، کنسل شده، از شب تا صبح میزنه رو دانلود. بعد یکی دیگه هست که مثلا دانلودش صبح تموم شده، بعد آخر ویدیو صفحه سیاه میشه مینویسه با مامانت راحت بخواب. عالی عالی. اسم CEO شرکت هم باید اودیپ بذاریم احتمال. این چیز اینترلینکد پادکست اپیزود اول اوله. نمیدونم کلا حس میکنم نقطه قوت پادکست همینه که جفتمون خیلی هامون چند نفر دیگه هم داخل بودن در این پروسه. بله. که اینجوری بودن که چقدر کسشر میشه اگر فلان کنیم و ما برداشتیم فلان کردیم. همچنین که جوابم میده دیگه، این ساعتی که خود میکرد دیگه راجع به چری لیدی که اون ویدیو گیلاس بانی رو در آورده بودن. ما چیز بود دیگه کلن مثلا عمدتاً کار که میکنیم مثلا تو دیسکورد اینا میشینیم، بعد خیلی مثلا پیش میاد که شما آهنگای شماعی زاده رو با هم دیگه میشینیم انگلیسی خوندن و اینا، یا مثلا یا آهنگ انگلیسی رو شروع میکنیم به فارسی خوندن، بعد یکی بچه‌ها پست فرستاد که آره مثلا این دلغک بازی که تو در میاری و یکی داره ازش پول و ویو در میاره. و واقعا تا وقتی انسان هست کسشر به بقای خودش ادامه میده دیگه. پس آیتمایی که قرار شد کیر هفته که حالا شما اصلا فارغ از جنسیتتون میتونید برای ما عکس ارسال کنید یا پیشنهاد بدید ما راجع به کیر کی حرف بزنیم. عکس نفرستید، پیشنهاد بدید. یکی نقاشی هفته. آره محتوای تصویری ارسالی رو به نقاشی محدود کنید لطفاً، ممنون میشم. به طور کلی ما خیلی دوست داریم که این پادکست اینتراکتیو باشه. یعنی چی؟ مثلا ایده های چیزی که راجبش گفتمان میشه رو شما اصلا به ما ارائه بدین، مثلا همین نقاشی بفرستید. نه اونو نمیشه نقاشی فرستاد، ولی مثلا همین جریان کیره اردک واقعا از ویورا رسید دیگه در نهایت. آره مثلا یه چیزی هم که به موازات همین اسپانسر داشتم بهش فکر میکردم، فارسی سازی پوزیشن های سکس بود. چی بود؟ مثلا مشنری میشد دخول مأموریتی، چون حس کارمندی، سکس کارمندی ویدیو منطقی هم هست. کارمندی مثلا چیز میمونه تو ساده اولین چیزی که به ذهنت میرسه انجام بدی اینه، یعنی هیچ چیز هیجان انگیز و مثلا عجیب غریب و اینهایی نداره. حالا تو همین لیستی که داریم داگی استایل ترجمه شده فانتا، چون فانه و یک نفر تاه. بله نایس زیبا تو برم گاد این چیه اینه دکتر اردکمون رو دکتر کنی. واقعا یکی کانال مشترکی داریم که طبعا شخصیه، فقط ما دوتا توشیم که مثلا ایده ها رو چیز کنیم و اینها. یه موقع‌های باز میکنم و واقعا خاموش محافظت گرفته میشم. با اینکه خودم گفتم 5 ثانیه طول کشید تا بفهمم منظورت چیه. میبینم که خاموش محافظت گرفته شدی عزیزم. بعد چیز جدیه چند تا چیز در آورده بود برای فرهنگ منفی، بعد باعث شد چیز شم واقعا احساس عدم کفایت بهم دست بده، چون خودم سالها بود که مثلا توی این سطح برای فرهنگ منفی ننوشته بودم. بعد یهو چیز بود. آره بعد
که باشگاه طرفداری برای قازها تأسیس کنیم و آن را گوسفندان بنامیم و که خیلی بهتر از این بود که مجروحی را به شهری منتقل کنیم و آن را شهر هرت بنامیم. درس پس میدیم استاد جان. قربانت برم. نه من ببین یک دورانی واقعا فرهنگ منفی به نظرم خیلی خوب بود. یک دوران اوجی داشت و به نظرم مثلا بهترین محتوایی هم که من درست کردم واقعا توی اون چارچوب بود. ولی الان همونطوری که میبینی دیگه چیز شدید، افول کردیم. آخه مجا رو برای شما جوونا خالی کردیم میدونه. همون اولش میخواستم بگم ما مثلا مثل تیم نونهالان میمونیم این وسط. ولی چیز واقعا مثلا فضای ذهنی آدم چند سال یه بار خیلی تغییر میکنه. تنگنای محتوایی فرهنگ منفی قشنگ باید توی اون هد اسپیسش باشی. آره کلا این مسئله رو ما داشتیم چون کانال رو مثلا با یکی از بچه‌ها واسه مشترک همیشه چیز میکنیم دیگه. راه مینداختیم که حالا بچه‌ای که بیشتر من رو میشناسن، ما کلی کانال داشتیم قبلا. بغرات در بحران بود و خواستاریم بود و ژانر که داری یک چهارچوبی داری و تو اون چهارچوب یک تعداد محدودی تو میتونی کسکلک دراری. یعنی یه جایی تموم میشه ایده ها. و حالا فرهنگ رو هم دوستمون مطرح کرد که مثلا رد کنیم برو اینا و انجام که نه، اینو من چون باهاش چیز دارم، اولین کانالمون رو مثلا ارتباط قلبی دارم باهاش و اینا، بیا نکنیم این کار رو و نگرش داریم. یه ایده خامی هم قبلش داشتی بود، من اینجوری بودم که به بوسه بعد از ارضا میگن کامبوج. آره اون آره اون هم خوب بود. و آره anyways آیتم کیر هفته بود چی؟ مشاغل کیری هم میتونیم اضافه کنیم. یعنی مثلا یکی از کیری ترین مشاغل، کلا مشاغل توی ما الان بیشترین جذب اطلاعاتمون از چیزا از طریق رسانه است دیگه. و مثلا دزد دریایی همیشه شغل خیلی خفن و اینایی جلوه داده میشه، کول بوده، ولی واقعا دهنه اینا سرویس میشده. اینا اولا که خوراکی نداشتن، یعنی مثلا گوشت نمیتونستن داشته باشن، میوه نمیتونستن داشته باشن. خوراکی اصلیشون یه چیزی بوده به اسم هارد تک که آرد فشرده شده بوده، در واقع آرد و نشاسته یا یه همچین چیزی، یه آجوری از آرد و نشاسته بوده. و همین هم به مرور به خاطر رطوبت بالای مثلا فضایی که توش بودن خیلی چیز بوده، خیلی آلوده بوده. و حتی مثلا اینجوریه که توی میانه های سفر دزد دریایی هارد تکاشون رو توی تاریکی میخوردن که سوسکایی که ازش میاد بیرون رو نبینن. یعنی اینو داشته. بعد شما فکر کن مثلا وقتی 50 نفر 100 نفر خدمه داری، همه روی همون زمین خیس شاشیه خوابیدن با همه اون سوسکا و اینا. بعد همون چون مثلا دریافت فیبر نداشتن، دریافت محصولات تازه میوه گوشت نداشتن، کمبود ویتامین سی میگرفتن یا چی نمیدونم دقیقاً. اتکروی از اون میاد. آره آفرین. که مثلا اول سطح پوستشون زخمی شده، بعد شروع میکردن به متورم شدن، بعد دندوناشون دونه دونه میریخته. یعنی واقعا دهن اینا سرویس میشده. و این حالا کلا راجع به دزدان دریایی نیست، دریا نوردان کلا این رو داشتن در واقع، الان که دیگه نداره. و به نظرم توی همین حدود کافیه. یعنی همین ساختاری هم که میخوایم داشته باشیم 3 تا 4 تا، مثلا فارسی هفته، کیر هفته، نقاشی هفته، شغل کیری هفته، اسپانسر هفته، حامی مالی این برنامه، مثلا این چند تا آیتم به نظرم کافی میاد. چون بقیهش خودش یک بحث آزادی ایجاد میکنه. ما میخوایی یه جنبندی بکنیم. به من هی دارن زنگ میزنن، من باید برم. این چه لفظ کسچریه هر اپیزود به من میگی؟ من چی رو برات جمع میکنم؟ خب نه آخه نه، به عنوان آدمی که انقدر اصرار داره که اینترو داشته باشه، چجوری اوترو نداری؟ اوترو داریم دیگه. بوس چیز لایک سابسکرایب بوس هاردکور
کیر خر گراز کسکست اینجوری میگفتی. آره نبود. قبل اینکه اپیزود تموم کنیم این پیرنه از این دکمه فلزیا داره و خیلی بگیر نگیره، یه سرش خیلی راحت چفت میشه، یه سرش واقعا مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه زمان داره. بعدشم وقتی داشتم دکمه ها می‌بستم اینجوری می‌دیدم که چقدر این دکمه ها شبیه زوجای ایرانی هن. یعنی مثلا یه سریا همینجوری سریع چفت میشن، یه سریا رو هر چی فشار میدی با هم اوکی نمیشن، یه سریا مثلا با فشار خانواده چیز میشن. خلاصه که آره ممنون که تماشا میکنید دوستان، حتما ما رو اگه روتون شد به بقیه معرفی کنید. آره مرسی. من هنوز در کف این آنالوژی اجتماعی شما از دکمه‌های لباستون هستم. خب مثلا همین جوری میشه که من میگم که مثلا دیروز داشتم به این فکر میکردم که اسب چون حیوان بلندیه کیرش هم بلنده دیگه. بله مرسی که با ما همراهید. قربونتون برم. پادکست ما کسکست هستیم و خداحافظ.